سلام، روزتون بخیر. این ویدیو روایت ساده از یک سفر، خاطرات قدیمی و حس خوب دوباره کنار هم بودنه. من بعد از حدود 10 سال دوری از فضای اداری برای شرکت در مجمع عمومی کارکنان بازنشسته به تهران سفر کردم. توی این سفر 2 روزه به عنوان رئیس کانون بازنشستگان در جلسه شرکت داشتم و بعد از مدت‌ها همکارای قدیمیمو دیدم. دیدارها، گفتگوها و فضای جلسه حس و حال سالهای اول استخدام رو دوباره در من زنده کرد. اینجا در فاصله بین پذیرایی بود که خاطرات قدیمی رو برای هم تعریف می‌کردیم. روز دوم این سفر انتخابات کانون ملی بازنشستگان برگزار شد که من بخش‌هایی از این تجربه رو ثبت کردم. اینجا داشتیم رأی میدادیم به افراد و کاندیدهایی رو که میشناختیم و از شهرهای مختلف اومده بودن که توی این انتخابات شرکت کنن. دیدن دوستان قدیمی حس و حال خوبی به آدم میده. اینکه دوباره احساس میکنی میتونی یه فعالیتی رو داشته باشی. بعد از جلسه بعد از ظهر با دوستم رفتیم ایران ما رو نگاه کردیم، از نزدیک دیدیم. اینجا کتابخونه‌اش بود و یه فضای دیگه هم داشت که همش شده بود غذاخوری و کافی شاپ. اینجا رو به عنوان مثل یک میدون توی ایتالیا درست کرده بودن. یه میدون معروفی هست در ایتالیا. هر کدوم از این واحدها و غرفه‌ها به شکل یکی از نمادهای کشورهای مختلف در آورده بودن. خیلی قشنگ بود. هر جایی از اون رو نگاه می‌کردی نوستالژی که یک برای اون زنده می‌شد. اکثر جاها با گل زینت داده بودن و گل‌های خیلی قشنگ، هم طبیعی و هم گل‌های مصنوعی بود. گل همه جورش قشنگه، حالا چه طبیعی باشه چه مصنوعی. فضای گل همیشه برای من لذت بخش بوده. اینجا هم نمیدونستیم کدوم کافه رو انتخاب کنیم. اینقدر کافه های متعدد و قشنگی بود و چون اول هفته هم بود خلوت بود. روز شنبه اول هفته بود و نسبتاً فضا خالی بود. ولی باز با این حال رفتیم و یه جایی رو انتخاب کردیم و نشستیم یه قهوه قجری خوردیم. جاتون خالی. خیلی مزه داد چون هوا هم سرد بود و حسابی بهمون چسبیدیم بعد از اون خستگی جلسه. اینجا روز دومه که با همکارا مجتمع نگین غرب رفتیم که توی انتخابات شرکت کنیم. اینجا بحث انتخابات بود و هر کسی داشت چونه خودش رو میزد که به کاندیداش رأی بده. انگار که انتخابات مجلس باشه. انتخابات سختی بود چون واقعا از بین 180 نفر انتخاب کردن خیلی سخت. میتونستی 11 نفر رو کاندید انتخاب کنی. اینجا همکارایی که منتخب شده بودن رفتن بالا و رأیگیری ها با نظارت یک نفر دیگه که بی‌طرف بود رأی ها شمارش میشد و دسته بندی میشد. توی گروه های 2 نفره تقسیم شده بودن و چون تعداد آرا زیاد بود اینها رو به 6 تا گروه 2 نفره تقسیم کردن که رأیگیری انجام بشه. واقعا هم رأیگیری خیلی سخته ها، مخصوصا اگر که به صورت دستی بخواد انجام بشه. اینجا تقریبا دیگه همه نظارت ها بود و شمارش ها به صورت 2 تا 3 بار انجام می شد. کم کم دیگه داشتیم بار سفر رو می بستیم و داشتیم روز بعد با یک تأخیر 1 ساعته به شهرمون برگشتیم.